سوال همین که از من مثل 46 تا کجا شد؟ برای چه نشد؟ رو گفتن باید بس کنیم. حقیقت گوییم. حقیقت ها در می تالار که از آدم شرکت دارن. توی گناه شرکت می‌ورزم و فکر نکنید یکم کس روزی میشد که بیاد که فرمو 14 تا 16 ساعت برق میگیرم خیلی محترم رئیس دو روز آخر همین خیلی تامین کرده استیم از دینا نوع مرغوب فته با محترم کودو به شروع رفتیم و اسفنس برقی بازستیم و نیروی آبی برقی اونجا تمایل کم شدن آب است و بعد اونجا چند تکلیف کردن یک تکلیف کردن که ما باید فوراً در نوع مرغوب دیزل ها رو شنونه اینجا اگر چنین امکانات باشد ما دیزل داریم 150 کیلووات در شهر التماس میکنیم کنار با مرغوب بریم یا یگون چوره دیگر است یک تا تکلیف نه که ما خوب رنکول بیاریم بعد این نیرو اینم میگه یک واریانت است واریانت سیم با خیلی ساختمان نیروی برقی آفتابی از اون کیلووات سالانه در مرکز ما است فکر در باره نوعی مرغوب عموما نوعی ولایت شهر خورد امروز در روزی وقتی میگه که تو 3 روز باید برق نداریم در طول پوشش 3 روز باید برق نداشت مردم اقلا میگه ما با 2 تا 3 ساعت باید برق که ما همین تلفن های موبایل خود را در ذریعه مانند باید برق تامین کنیم ضرور باشد مایل شهر ممکن شبانه کشید در 2 3 ساعت مرکز کشتا خود شد دین آمودیم محترم جنرال خطیب از مرغوب خیلی خوب بود که جماعت دیوات نوبات باید برق داشت لیکن همه کوچه هم فروزان بودن ممکن قواعد برق کوچه رو خط کنیم شما آنچه متصال و تکلیف دید که شکلی خیلی با من مثل شاهمت بازی کردن نکول است کجا رو خط کنیم در کجا قوبت جمع کنیم کدام ساعت پیکش کجاست در کجا دیزل مونه همین یک تعلیل درست کنید ما با تکلیف کنید با مردم با معاوری کار میکنید مردم بسیار مردم یا تا گوش نگردید بسیار مردم با توقعات بسیار مردم با انصاف با روایت شهر نویان هنوز در تماس هستیم چیزی که امروز دست کسی بیاد دستگیری میکنیم لیکن شما نظر نقطه تکنیکی این طور اداره کنید مرغوب چیکار کنیم میتونه یا در دیزل برای سوشبور تعمیر کردن میتونه در موضع صوبه‌شهری مرکز ناحیه مرغاب نخستین نیروگاه برقی آفتابی با توانایی 200 کیلووات به استفاده داده شد. رسالت اساسی آن در فصل زمستان با همراهی نیروگاه برقی آبی تاجیکستان تامین نمودن ساکنان مرکز ماموری ناحیه مرغاب و دهه کهنه می باشد. پامیر شرقی اگرچه طبیعت تند داشته باشد هم از روی تحقیقات عالمان ساحه اکولوژی در دوام سال به حساب میانه روزهای ابرناک از 15 تا 25 روز را در بر گرفته دیگر روزها آفتابی می باشند. از این رو بنیاد نیروگاه‌های برق آفتابی در حدود ناحیه مرغاب از فایده خالی نیست. از روی اطلاع مهندس برقچی نظیر حیدر و شرایط زندگی ساکنان دهه علیچور را به نوبت گرفته بنیاد نیروگاه برقی آفتابی نوبتی را در این مکان به نقشه گرفتند. نیروگاه‌های برق آفتابی در مکان‌های بنیاد می‌گردند که از دایره خدمت رسانی شبکه متمرکز برق تقسیم کنی در کنارند. اینها دهه‌های دوردست می‌باشند که سالیان زیاد از نیروی برق محروم بودند. یکی از آنها دهه علیچور ناحیه مرغاب میباشد. عین حال کارهای تحقیقاتی و طرحریزی لایحه بنیاد نیروگاه آینده ادامه یافته در دوام سال انجام می‌یابد. در نظر است که توانایی نیروگاه برق آفتابی زیاده از 400 کیلووات را تشکیل می‌دهد که برای تامین نمودن زیاده از 1600 نفر ساکنان علیچور بسنده میباشد. مرحله به مرحله دیگر دهه‌های دوردست ناحیه مرغاب از قبیل بشگنبز، قرقل، شیماق و رنگکول هم صاحب نیروگاه‌های برقی آفتابی می‌گردند. علاوه‌اً در دهه‌های دوردست وادی برتنگ و ناحیه‌های راشدقلب و درواز هم نیروگاه‌های برقی آفتابی خرد بنیاد می‌گردند. در نظر است که در دوام 2 سال آینده مسئله با نیروی برق تامین نمودن ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرراه حل می‌گردد. مثلا این شاطای 30 سالگی قطعی اما روی خط پر میکنید اما نقشه که شهر دارد شما نمیتونید کردن شما تاثیر رسوندن نمیتونید کسی میسازد نمیسازد مردک میگه پول ندارم امی قد تمام دیگه چیکار رای میکنیم بانکرو شد قرضدار شد پولش در بانک موند از روسیه دیگر پول نامد لیکن با شخصیت دیگر پیدا میشد در عموم در ما 70 تا ممکن زیادتر میشد از 70 تا 30 سالگی زیادتر میشد که روی خط ما هر روز زواج شده است همین پرابلم است
برامیم روز اول گفتن قیامات ابیکتایی که نرئال هستن و رو به نقشه ندارید اون نمیشوند. سوال همین که پس من مثلا 46 تا کجا شد؟ برای چی نشد؟ رو گفتن باید بس کنیم. حقیقت گوییم. حقیقت ها در می تولور که از آدم شرکت دارن قسمت زیادی نه با همین ستود دخل دارن نه با همین کارون. ممکنه خطای ما شد گفتیم که ما مجلس میکنیم بعد تولور را پر کردن وقتی که برای ستود گپ میزنیم اونجا رئیس شهر، معاونان رئیس شهر، مدیران شعبه و رهبران گروه کوری میشن که باید میدونن چی گپ بود. استاد میپرسن که پروتکل استاد یکم دویم سیم برد اون نه استاد بود است نه اون پروتکل است. اگر دروغه باید که نه دروغ بگی. بیاد ما پروتکل نشون داد که پروتکل مرد استاد یکم استاد دویم چی وظیفه بوده باقی چیزا نیست میکرد. در ما استاد وجود نداره. گروه کوری که شما کرده استید من زیاد این آدما رو میدونم. اوز در پیش شما تلفن میکنه وایوبا که باید اقلا میدونن که اعضای امین گروه کوری هستن. اما معلم است، اما کودکستان است، کارکن دستگاه رئیس ولایت است. آوازر با زنگ میزن در پیش شما که باید عموما در اگون ستود شرکت ورزیده هستن باید اقلا میدونن که اعضای ستود هستن. ما باید از روی دستورالعمل کار کنیم. حتی امین گروه کوری که شنیدیم 7 ستود است. 7 ستود است. در مورد 12 محله است. محله تیرچید. یکی از محله کلانترین. یکی انشاءات مکنی ستود کنی روی خط و محله طبابت خانه، محله بزمج، محله زواد نو، دیگر محله این کاغذی که من بدوده، محله اندرستیزو. روبر ستود باید معاون رئیس شهر یا مدیر شعبه باشه. ما باید بدونیم که در محله فرودگاه 11 تا ابیک داریم. برای ما با آدم چقدر درکار است؟ مبلغ چقدر درکار است؟ وقت چقدر درکار است؟ کدام کارا رو خود مردم میکنند؟ کدام کارا رو بی پول کردن ممکن است؟ برای کدام کارا پول درکار است؟ هیچ وقت همون رئیس محله فرودگاه یکم تنگم نمیبرد که بیاد همون پنجره رنگ سیاه کند، خانه را رنگ کند، نمیتواند. شما تیزی گروه کوری بودید اونجا یا معاون رئیس یا مدیر شعبه است بعد دیگر آدم 18 کس اعضای گروه کوری محله چوخرا و برداشت گل محمد. نتیجه سنجش‌های مشترک در بازار و مغازه‌های شهر و نواحی ولایت مقدار معین محصولات خوراکواری و مشروبات اسپریتی که به طلبات استانداردی جوابگو نیست و مهلت استفاده برای آن گذشته را از معاملات برداشتند. اصلا محصولات قنادی که به ولایت وارد می‌گردد غیر طلبات استانداردی به فروش گذاشته می‌شود. در اکثر محصولات قنادی صنایع برآورش استحصال کننده معلومات درباره محصولات و دیگر تمغه‌گذاری باید داشته باشد. گرچند از طرف ریاست استانداردیزاسیا منتظم کارهای فرماندهی در بین صاحبکاران و فروشندگان عاید طلبات رعایت قانون‌های عملی کننده یعنی قانون درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان، قانون درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری گذرانده می‌شوند. حالا هم صاحبکارانی هستند که این منفعت شخصی خود را از سلامتی شهروندان بالا دانسته بس حقوق ویرانکنی را می‌دهند. محصولات ملت استعمالیشان گذشتگی را به فروش می‌برند. فقط در 2 ماه آخر سال جاری محصولات قنادی، محصولات شیرین، مشروبات اسپریتی، نوشاک‌های غیر اسپریتی، قهوه، محصولات شیری، یرمه گندم و غیر از نوع‌های مشکاشیم، نوع رشقله، نوع مرغاب از طرف ناظران سودای ریاست با نشانداد صحنه از معاملات گرفته شده سند نابودسازی ترتیب داده شد. این زمان بیش از 1800 دانه عرق خودساخت که به سلامتی انسان خطر دارد از معاملات گرفته شده در آزمایشگاه ریاست مورد تشخیص قرار دارند. کارمندان ریاست نامبرده اگرچه وقتهای پیش محصولات اسپریتی را در جای مخصوص نیست و نابود نموده باشند، این زمان در آزمایشگاه ریاست
کیلووات محصولات اسپیرتی را کورکرد نموده آن را موافق درخواست به مؤسسه‌های تعلیمی دسترس نموده آن را چون معلول آنتیسپتیکی استفاده می‌نمایند. این حال در انبار آزمایشگاه محصولات خوراکی 1972 لیتر مشروبات اسپیرتی موجود است که آن در نتیجه تشخیص فیزیکوی خیمیایی غیر استانداردی دانسته شدند و پروتکل تشخیصی ترتیب داده شده و اینچنین سند نابودسازی هم تشکیل داده شده بود و پیشتر ما چنین محصولات های غیر استانداردی رو از معاملات گرفته و بعد ترتیب دادن سند اون رو نیست نابود میکردیم، لیکن امروز با سبب پاندمی ما از چنین محصولات های اسپیرتدار یعنی در نتیجه اسباب برای کورکرد یعنی عرق ما داریم اون رو کورکرد کرده از اون اسپیرتشون رو گرفته با درخواست یعنی شهروندان مؤسسه ها و مؤسسه ها یعنی تقسیم میکنیم. امروز باشد ما بعد از قانون یعنی جمهوری تاجیکستان درباره یعنی نیست و نابود نکردن محصولات اسپیرتی و از اون کورکرد کردن و اسپیرت برآوردن برای بی‌ضررگردانی ما این کار رو انجام میدیم و چنین مقدار محصولات غیر اسپیرتی امروز برای کورکرد در آزمایشگاه ایستاده است. ریاست استانداردیزاسیای ولایت ساکنان را هشدار می‌دهد که در صورت به طلبات استانداردی جوابگو نبودن محصولات خوراکی و دیگر مواد عضوقواری به ریاست نام برده مراجعت نمایند. وزارت استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای ولایت مختار کوهستانی بدخشان محصولات پستیفت و مهلت استفاده بری آن گذشته که در نتیجه ریدای مشترک جمع‌آوری گردیده است در جای مخصوص نیست و نابود نمودند. صبح دانایی کتاب است در عرصه جمهوری جنبست گردیده خواننده صنف 6 مؤسسه تعلیمی رقم 11 نویه شغنان شینا مابد قدم و از روی نامیناسیای بچگانه در آن سزاوار جای اول گردید. بهر سزاوار استقبال گرفتن غالب آزمون در صحن مؤسسه تعلیمی رقم 11 نویه شغنان جمع آمد با اشتراک مسئولین شعبه معارف ناحیه، آموزگاران و طالب علمان مؤسسه دایر گردید. ضمن جمع آمد معاون رئیس ناحیه شغنان گلغنچه سیدرافزاده از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه شغنان این خواننده فعال و هیئت آموزگاران مؤسسه را شادباش نموده گفت که برای معارف ناحیه شغنان فعال نهایت نیک است که در چنین یک آزمون با نفوذ جمهوریوی خواننده مکتب از نام ولایت مختار کوهستانی بدخشان برآمد نموده جای اول را اشغال نمود. مولوده بای نظرزاده مدیر شعبه معارف ناحیه شغنان بار دیگر از هدف و مرام آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است یادآور شده گفت که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان توسط گذراندن این چهاربینی مردم شریف تاجیکستان را به کسب کردن زینه بازم بلندتر معنویات هدایت نمود. شینا مابد قدمова غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است گفت که واقعا کتاب انسان را به قله‌های بلند حیات میرساند و برای من افتخار بی‌نهایت بزرگ است که با مطالعه پیوسته کتاب به چنین قله‌ها رسیدم. ابراز داشتنیم که در طول تاریخ از آن زمانی که انسان خواندن و نوشتن یاد گرفت کتاب چون دوست وفادار همیشه در کنار انسان بود هست و خواهد ماند. من مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه و شعبه معارف ناحیه شغنان به معبد قدم و شهینه مکافات و افتخارنامه ها تقدیم گردیدند. گفت که بهر به دست آوردن موفقیت برای هر خواننده زحمت استاد نهایت اولین درجه است. خوشبختانه در این مسیر شهینه را استادانش بسیار دستگیری نمودند. از دل بام جهان قدم به قدم تا عقبه آقبیتال قدم های گروه ایجادی در بلندترین و سردترین موضع تاجیکستان.
рӯз шудааст ку як рӯзи сайёҳӣ дар муҳити зиндагии тоҷикон ва қирғизони ноҳияи мурғоб. тавсия медиҳам. қутос, уштур ва ҳайвоноти нодири баландкӯҳ бо ин ҳама сари ҳар қадам рӯбарӯ гардидан дар ноҳияи мурғоб. кӯлҳои бузургу тиллоранг ва устураомезу намакини боми ҷаҳон. шоми хотирмон бо ҷамъи сайёҳон дар соҳили Қарокӯл. рӯзҳои наздик дар тревел шоу қадам ба қадам аз равзанаи ҷаҳоннамо.